من یه روز از حضرت علامه طباطبایی سوال کردم قرآن و عمل در چه صورت مؤثره یا چگونه مؤثره اینها؟ ایشون فرمودن با مراقبه. بعد خودشون تفسیر کردن که میدانید مراقبه معناش چیست؟ یا اینکه مراقبه معناش این است که سمت و جوع و سحر و عزلت و ذکری به دوام. یعنی حتما برای تحقق مراقبه که عبارت است از این امور لازم. همچنین سکون، جوع یعنی گرسنگی و تنظیم غذا و خودداری کردن از یاروی و امثال اینها، و روزه که معلوم است حد اعلا و اکمله، به شرط اینکه در موقع افطار یا در موقع سحر تدارک مافات نشه و اونقدر انباشته نشه تا اینکه تمام اون آثار روزه از بین. در هر بیداری آخر شبی اصلا سالک به جای نمیرسه که آخرین شب و به طول این بیدار نباشه. هزار سلام زحمت دیگه فایده نداره. این دستور اساسی است. عزلت یعنی دوری از ابنای دنیا و اهوا و آراء مردم دنیا پرست و کسانی که همینشون به دست آوردن مال و جاه و اعتبار، درک خب مسلمانان نماز میکنن ولی درد دین ندارن، درد خدا ندارن، دردشون همین مسائل زندگی و اجتماعی و امثال اینها. برخورد با اینها انسان خسته میکنه، کسل میکنه، رو از بین میبره و دوام ذکر این پیوسته انسان در دلش باید یاد خدا باشه و به فکر خدا باشه